15 فوریه سال 2023 برفکوچی شدید در بدخشان تاجیکستان 18 نفر جان باخته و دهها کسی دیگر زخمی شد. 6 فوریه سال 2023 زمین لرزه شدید در قلمرو ترکیه و سوریه. تعداد جان باخته ها تا زمان ثبت این نوار بیش از 45,000 و تعداد زخمی ها زیاده از 100,000 گفته می شود. از 14 تا 17 سپتامبر سال 2022 درگیری مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان 10 نفر از هر دو جانب کشته و زخمی شدند. از 24 فوریه سال 2022 تا 24 فوریه سال 2023 حمله روسیه به اوکراین تعداد کشته شده ها از هر دو جانب مرز 100,000 را گذشته است. میلیون ها شهروند اوکراین مجبور شدند که خاک کشور خود را ترک نموده در دولت های همسایه پناه برند. اگر پیشگیری از دو حادثه اول برفکوچی در تاجیکستان و زمین لرزه در ترکیه و سوریه از قدرت انسان وابسته نبود، هرچند به گفته کارشناسان اگر صفت ساختمان ها در ترکیه بهتر می بود شاید هزارها نفر در امان می بودند. اما حوادث مرزی و حمله روسیه به اوکراین کاری دست انسان ها بود و امکان داشت از آن پیشگیری شود و جانهای زیاده در امان باشند. اگر قرقیزستان و روسیه به وعده های از قبل دادهشان پایبند میماندند شاید جهان شاهد این حد خرابکاری ها نمیشد. بعد سال 2020 فکر میکردیم که انسان ها دیگر میشوند. وقتی کرونای کووید 19 همهگیر شد و تمام سیاره را وهم گرفت گمان داشتیم جهان دیگر میشود، انسانیت تغییر مییابد. کرونا نشان داد که انسانیت تا چه حد آسیب پذیر است و ناوابسته از آنکه در کدام گوشه زمین زندگی میکند احتمال مبتلا شدن و مرگ او وجود دارد. با آمار رسمی تعداد آنهایی که بر اثر کرونا فوتیدند به 6,794,399 نفر میرسد و بیش از 20 میلیون نفر همین حالا مبتلای این مریضی هستند. 6,794,399 رقمی کمی نیست. برای آنکه حجم فاجعه احساس شود به طور دیگر مثال میزنیم. در جهان دست کم 7 کشوری هست که اهالیشان بیشتر از 6 میلیون را تشکیل میدهد. تصور میکنید که تنها بر اثر یک بیماری اهالی سیاره به حد یک کشور کم شد. حتی بیشتر از قرقیزستان همسایه ما که با آمار سال 2021 6,523,500 ساکن داشته است و گفتیم که گمان داشتیم جهان و انسانیت بعد این فاجعه عوض می شود. بعد آنکه تمام جهان به یک درد گرفتار شد فکر میکردیم مفهوم بنی آدم اعضای یک پیکرند، بالاخره در ذهنها شیرش می شود و انسانها تلاش میکنند با هم بیشتر نزدیک شوند، مهربان باشند و بر رفاه و امنیتشان فکر کنند. جهان واقعا دیگر شد، اما نه به سوی خوبی. مثل که از مریضی همگیر پندی ضروری نگرفتیم، بلکه مغزهایمان آلوده ویروسی بدی شد. خشن‌تر شدیم، بدبین‌تر شدیم، وحشی‌تر شدیم. از کرونای همگیر پند نگرفتیم. حالا شاهد زلزله ها هستیم. دیدیم که همگی بین چند ثانیه منطقه های به خرابه تبدیل می یابد، ترقیش های به میان می آیند و از همه مهمش مثل کرونا در هر گوشه دنیا هم نمی توانیم احساس امن داشته باشیم و آسیب پذیر نباشیم. در این چند روزی آخر خبرهای از زمین لرزه ها در ایران و اسرائیل، چین و قزاقستان، رومانیا و تاجیکستان و افغانستان رسیدند. بیایید این همه را به عنوان یک پیام قبول کنیم. انسان بودن را فراموش نکنیم. انسان ماندن را فراموش نکنیم. حالا که نمیدانیم آخر راه ما تا کجاست و از همه مهم با چه چیزی ختم می شود، در پی برفکوچی، بر اثر زلزله یا در نتیجه جنگی که کدام یک خودخواه خودباخته راه می اندازد. حالا که زنده ایم خدا را شکر بگوییم و با همدیگر مهربان باشیم. خدا نگهبان.